فرودگاه بین‌المللی پیام هستیم در معیت جناب آقای مهندس حسین نظری که ایشون مهندس مراقبت پرواز هم هستن. قرار هست ایشون مسافت 10 کیلومتر رو در باند فرودگاه بین‌المللی پیام بدوند. Keeping you safe by your traffic controllers from gate to gate. Happy International Engineer Days. شغل کنترلر ترافیک هوایی جزء حساس‌ترین شغلات تو دنیا هست. برای اینکه شما بتونی برای این شغل غلبه کنی باید روزانه ورزش کنی، چون استرس این کار بسیار بالاست و تلفیقی از ورزش و کار بایستی در کنار هم باشه که برای این شغل غلبه کنی و بتونی با آرامش این شغل رو به سرانجام برسونی. صنعت هوانوردی همونطور که میدونید بهترین تکنولوژی روز دنیاست که شما مسیر رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی خواهی کرد و سیفترین صنعت حمل و نقل دنیا صنعت هوانوردی هستش. من نفس بگیرم برید صحبت کنم. و تمام. آره.